بهترین گوشی از لحاظ صفحه نمایش تا 20 تومن کدومان؟ بیاین تا بهتون بگم. گوشی پنجم از موتورولا H40 که صفحه نمایشش مشخصات خیلی خوبی را دارن. امولد صفحه نمایشش فول اچ دی، حاشیه‌هاش هم به نسبت کم هستن، 90.8% و از اون طرف هم رفرش ریتش هم 144 هرتزی. رتبه چهارم ارزون ترین گوشی لیست آنریکس 9 اپی که صفحه نمایشش محافظت خیلی خوبی هم داره و اصلا نمیشکنه، خیالتون راحت باشه بابت این موضوع. و از اون طرف هم صفحه نمایشش امولد، حاشیه‌هاش دوباره خیلی کم هستن و صفحه نمایشش هم رفرش ریتش 120 هرتزیه. توی بازه قیمتی واقعا فوق‌العاده است. رتبه سوم هم آنر 90 معمولی هستش که صفحه نمایشش با آنریکس 9 اپی یکی هستش، ولی چون روشناییش یه ذره بیشتره توی رتبه سوم. رسیدیم به گوشی دوم این لیست که گوشی نیشو نوت 13 پرو پلاس از شیائومی که واقعا مشخصات خیلی خوبی داره توی بخش صفحه نمایش. روشناییش 1800 نیته که توی این بازه قیمتی کمتر گوشی می‌بینیم که این میزان روشنایی رو داشته باشه. و از اون طرف هم دوباره صفحه نمایشش HDR10 و دالبی ویژن همه اینا رو داره و خیالتون